خب اول از همه سلام عرض میکنم خدمت مخاطبای کانالم که دارن این ویدیو رو میبینن. قبل از هر چیزی بدون مقدمه من این وایس رو شروع کردم که خب در خصوص اینکه چرا من واقعا اومدم اون تامنیل رو زدم و خودم رو اونطوری به شما معرفی کردم، دلیلش واضح بود. من امروز برام یه اتفاق خیلی بد افتاد و شاید خب بگی که خب این اتفاقی که برای تو افتاده اصلا ربطی به این موضوع نداره که تو اومدی این تامنیل شیطانی رو زدی و خودت رو اینطوری معرفی کردی. ولی خب این نظر شخصی خود من هست که بگم که من در واقع خودم بودم که باعث شدم این اتفاق بیفته. من بدون اجازه دوستم و بدون اینکه ازش بخوام که آیا من اجازه دارم عکس خودش رو تامنیل کنم و بذارم تو ویدیوم، یعنی در واقع بیام تو ویدیوم قرارش بدم. من اومدم یک داستان کاملا دروغین ازش ساختم و اون داستان به نظر من واقعیت نداشت و نباید با چهره اون چنین کاری میکردم، در صورتی که من کاملا با اون چند ماه بود که خدافزی کرده بودم. یعنی حدود 1 ماه شده بود که از رابطه دوست خودم، یعنی دوست سابق خودم گذشته بود و من اومدم چنین ویدیویی رو راجبش ساختم و خب کارماش هم دادم. من امروز امتحان درس تحلیل روستا رو شرکت نکردم و این ترم نهایی من بود. یعنی من ترم 6م مقطع کاردانی بودم و بعد امسال پاس می شدم، ولی خب چون معدلم 0 شده و چون خب بی‌دقتی خودم بوده کامل، من دیروز و پریروز تاریخ رو چک کرده بودم ولی به صورت اشتباه. من فکر میکردم 6 تیر ماه قرار بوده این آزمون، نه عذرخواهی میکنم، قرار بود 7 تیر ماه این آزمون برگزار بشه، ولی خب آزمون برای 6 تیر ماه ساعت 15 بوده و خب متاسفانه من نتونستم شرکت کنم و این اتفاق بد افتاد و فکر کنم اگر کمیسیون موارد خاص دانشگاه ما قبول کنه این ترمو که من مجوز بعد هم داشته باشم برای ترم هفتم، که برای دانشگاه دولتی بعید بدونم که چنین اجازه‌ای رو به من بدم و شاید مجبور باشم برم سربازی. یعنی من حتی نتونستم مدرک فوق دیپلممو بگیرم برای این موضوع که اونم باز مسئولیتش پای خودمه. و اینکه شاید اینو به این دلیل گفتم که فعالیت کانالم ممکنه در طول زمان تغییر کنه و یکیش اینه و دلیل دیگه‌ش هم اینه که چون من دیگه دوستی ندارم و تنها کسایی که دارم فقط مخاطبان این کانال هستن که فکر کنم اندکن، یعنی به تعداد انگشتای دست منم نمیرسه. فقط میتونم برای اونا پخش کنم و تولید محتوا کنم، چون تنها سکوی امید من توی این شرایط بحرانی از جمله جنگی که هست، مشکلات اقتصادی که هست و حتی مشکلات دیگه‌ای که ما در طول این چند سال داشتیم،
و یه جوری شده که من حتی خودمم امیدم و نسبت به آینده از دست دادم. ولی تنها دلیلی که برای ادامه دادن دارم اینه که من هنوز به طور کامل سیر نشدم از زندگی، واقعیتشو بخوای. و به نظر من هنوز همه چیز به طور کامل تموم نشده و ما هنوز به انتهای ماجرا نرسیدیم، نه فقط من، همگی ما. و من حس میکنم که الان بهترین فرصت خوبیه که حداقل روی اشتباهاتم کمی فکر کنم یا تمرکز داشته باشم، اینکه شاید کمی درست‌تر عمل کنم در آینده و از اشتباهی که امروز کردم درس بگیرم. و خنده من به خاطر اینه که واقعا خیلی جالب بود. من وقتی فهمیدم که کار از کار گذشته که رفتم گروه درس تحلیل روستامو چک کرده بودم و وقتی چک کرده بودم دیدم که دوستانم پیام داده بودن که امتحان چطور بود؟ خوب بود؟ اوه ما که عالی دادیم. و اونجا بود که متوجه شدم من رکب خوردم. یعنی خیلی عجیب بود. من واقعا برام اصلا قابل درک نبود که چطور من یه بازه زمانی 7 تیر با 6 تیر رو اشتباه گرفتم. که البته خب من تو طول ترم مثلا امیدی برای ادامه دادن نداشتم، همینطور که بعضی از استادای ما خب ما رو هر طور که هست ناامید میکنن. ولی خب من از اونجایی که آدم پررویی هستم و از رو نمیرم، سعیم همیشه بر این بود که به اونا اثبات کنم که اینطور نیست. من همیشه تلاش خودم رو میکنم، حتی اگه واقعا اونا نبینن این موضوع رو. و حالا سعی دارم که از سرگروه درس تحلیل روستایی شماره استادم رو بگیرم، اما بعید بدونم که قبول کنه. ولی خب به هر حال تلاشم رو میکنم تا ببینم نتیجه چی میشه. و اینکه خواستم این موضوع رو در میون بذارم با شما عزیزان و اینم به شما بگم که هیچ وقت از رو نرید. ببینید من تا الان دلیل ادامه دادنم این بود که تسلیم نشم حتی تو بدترین حالت. من تو ترم 4 درس عناصر جزئیات دانشگاهمو 0 گرفته بودم، باورتون میشه؟ ولی مثلا ترم 5 جبران کردم 16 گرفتم. یعنی من ناامید نشدم ولی ادامه دادم و حتی اگه نتونم ترم 7 پاس کنم ایرادی نداره. من تلاش خودم رو در نهایت میکنم و شاید تنها دلیل و ادامه دادن من همینه که من تلاش میکنم، ناامید هیچ وقت نمیشم، حتی اگه تو بدترین حالت روحی قرار داشته باشم. درسته حالم خیلی بده، از نظر روحی دچار افسردگی شدم، اضطرابای مزمن دارم، ولی اینا باز دلیل نمیشه که توقف کنم. من بالاخره به قله پیروزی میرسم و دوست دارم واقعا فعالیت کنم و تولید محتوا کنم توی این کانال و شاید محتوای من در آینده به سمت و سوی دیگه ای بره و مثل الان نباشه. و اینکه حرفی برای گفتن نمیمونه. تا ویدیوهای بعدی شما عزیزان رو میبینم. خدا یار و نگهدارتون باشه.